سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جو صحتمند باشید. امروز باز یک آموزش دیگر داریم. تا آخر ویدیو رو بیننده باشید. حالا من اینجا یک بالاتنه لباس را بروش میکنم. اندازه گرفته و بروش میزنم. از سر شانه شروع میکنم. سر شانه را 8 اینچ گرفتم. حالا چست را یعنی روی سینه را میگیرم. روی سینه را 9 اینچ گرفتم که 2 میشه 18 اینچ. 1 اینچ اضافه تر برای درز میگیرم، میشه 2 اینچ. حالا از زیر بغل تا کمر را اندازه میگیرم. 7 اینچ گرفتم. فاصله از زیر بغل تا کمر 7 اینچ گرفتم. حالا از سر شانه تا کمر را 15 اینچ میشه 15 اینچ گرفتم و همین شکل 15 اینچ اندازه گرفته و بروش میزنم. اندازه بالاتنه را گرفتم و بروش کردم. حالا دور کمر را اندازه میگیرم. دور کمر را 9 اینچ گرفتم. 9 اینچ با فاصله با 9 اینچ و 1 اینچ اضافه تر درز میشه 2 اینچ. میتونم به این شکل بروش میزنم. حالا دور استین را اندازه گرفته و بروش میکنم. دوری استین که سری بازو میشه. دوری بازو بروش کردم. دوری بازو 9 اینچ میشه. حالا کمر را گرفتم که وقتی که بروش آماده و تکمیل شد دوخت شد 16 اینچ میشه. حالا 9 اینچ را 2 تقسیم میکنم میشه 4 اینچ با فاصله اندازه گرفته به همین شکل خط میکشیم با فاصله 4 اینچ. حالا این خط را با فاصله سری بازو که دور استین میشه و همین شکل خط میکشیم. حالا بروش میکنیم. میخوایم یک بالاتنه دیزاین دار جور کنیم. اینجا را چسب میزنم که اصلا جدا نشنه برای اینکه واضح تر معلوم شونه فهمیده شود. اندازه رو روی یک تیکه سفید یا ورق سفید میمانم که خوب درست فهمیده شونه. حالا درز را با فاصله 1 اینچ میمانم. همین شکل میبینیم با فاصله 1 اینچ از هم دور میمانم، جدا میمانم. چسب میزنیم.
فاصله 1 اینچ بود. حالا بروش میزنم، اندازه را بروش میزنم و آماده میشه. حالا دور یخن را اندازه میگیرم با فاصله 3 اینچ و بعد بروش میزنم. سه اینچ درازی یخن گرفتم و 3 اینچ هم بر یخن گرفتم. یک یخنی گل درست میشه. امیدوارم که این ویدیو برایتان مفید واقع شده باشد. لطفاً لایک، سابسکرایب فراموش نکنید و منتظر ویدیوهای بعدی باشید. تشکر که تا آخر ویدیو رو بیننده بودید. خدا نگهدار.